هر جا هستین خوب باشه. اومدم یه نرم افزار جدید بهتون معرفی کنم، نرم افزاری که با اون میتونین هات اسپات میکروتیک خودتون رو با یک کلید فعال کنین. قبل از هر کاری ابتدا پنجره وین باکس رو وارد میکروتیک میشیم و توسط پنجره وین باکس من وارد پنجره وین باکس میشم. از منوی سیستم ریستوری رو انتخاب میکنم، ریست کانفیگوریشن رو انتخاب میکنم، هیچ تیکی رو فعال نمی کنم و دکمه ریست رو میزنم و منتظر میشم تا ریست انجام بشه. خب حالا بعد از انجام پنجره کار ریست میکروتیک، من دیگه میکروتیک من در حالت عادی یوزر داره ولی پسورد دیگه نداره. من پسورد رو پاک میکنم، کانکت میشم به میکروتیک. اینجا روی دکمه اوکی کلید میکنم و کار تا اینجا تموم میشه. اینجا هم دیگه کنسلش رو میزنم و این پنجره رو میارم این بغل. حالا تنها کاری که باید بکنم از طریق نرم افزار باید به میکروتیک متصل بشم. آی پی که باید بدین 192.168.88.1. اینجا یوزر ادمین رو میدین، پسورد نمیخواد، حتی میتونین پورت 8728 رو هم ندین و گزینه اتصال به میکروتیک رو به فشار دهید و همونجور میبینین اتصال برقرار شد و من اتصال رو برقرار میکنم. اوکی. و کافیه که فعلا دکمه فعال کردن هات اسپات رو بزنم و از من گزینه یس یا نو رو میخواد. من یس رو میزنم و اتفاقی که میفته در حال اجرای تنظیمات هات اسپات روی میکروتیک من هست. اوکی میزنم و اینجا اگر در هات اسپات برین میبینین برای من یه سرور HS Auto، یه پروفایل HS Prof Auto و یک یوزر برای من درست کرده به نام ادمین و پسورد 123. بعد از زدن دکمه فعال کردن هات اسپات با کلیک، اتفاقی که میفته اینه که اتر شماره 1 شما ورودی اینترنت شما از مودم هست و وایرلس شما همکنون به صورت هات اسپات تنظیم شده که حالا اگر بخواین تنظیمات پیشرفته هات اسپات رو انجام بدین باید یک برنامه دیگه ای رو مورد استفاده قرار بدین.